تخمین ماه مارت 2019 بود. ما را بردن به واخری با محیدین کبیری به شهر قم. از عراق به قم 80-90 کیلومتر، ای تهران به قم 120-130 کیلومتر. ما را آوردن اونجا، ما پیشکی رفتیم. محیدین حال نامده بود. محیدین کبیری آمد، 6 نفر قطعی. یکتش تاج‌الدین بود، جیهانی حاجی حلیم. یکتش شهاب گفتنی شخص بود. یکتش نعمتی بدخشانی میگن، رئیس دفتر نهضت اسلامی. خالد گفتنی شخصه. و بعد شانعیم کریم. صحبت ها بگیم که من یکم شروع کردم، کمتر مسئول بودم بالای بچه ها. من صحبت های خیلی شروع کردم، گفتم که انسان یک آبرو عزت داره. عزت ما را یا پایمال کرده گینده در این کشوری که ما هستیم. نمیدانم برای چی خیلی. همین فقط همین 14 نفر ما جداییم و دیگه مردم دیگه جدا هم. بچه شکایت شروع کردن که این ما سمکار رو جمع کردگی آمدگیم، به جایی که میره ما میریم. صحبت ما 3 ساعت طول کشید. در بین این 3 ساعت 2.5 ساعت همه گپ زدن. همه بچه درد دل کردن که میریم دیگه نمیشینیم. طاقتی خیلی بچه بود که 20 ساله بود آمد اونجا شید 23. 19 آمدگیش 22. 3 سال به هیچ زندگی گذشتم اونجا. بعد من شید بعد 1.5 ساعت گفت که من در یک وقت من یک مدت شما را از کشور خارج میکنم.